از خاک برآمدیم که آدم باشیم، تا در حرم دوست محرم باشیم. جنت که مهیاست برای ما و شما، حیف است که هیزم جهنم باشیم. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. خواستم برایتان قصه بسیار عبرت آموز را پیشکش نمایم. بسیار جالب است. از شما خواهش کرده میشه تا آخر قصه گوش بیندازید. میگوید مردی در جنگل راه میرفت. ناگهان از پشتش صدای شیر را شنید. وقتی که به عقب خود نگاه کرد، دید که یک شیر گرسنه‌ای به طرف او حمله میکند. مرد شروع کرد به گریختن. هرچند که تیز میدوید، شیر به او نزدیکتر میشد. در همین حال از پیشش چاهی برآمد که در درون چاه بند آویزان بود. مرد در حال خود را با بند آویزان کرد و به داخل چاه درآمد. در درون چاه نفسی تازه کشید و فکر کرد که از چنگ شیر نجات یافته است. اما صدای دهشتناک از درون چاه به گوشش رسید. وقتی که به پایان نظر کرد، دید که مار بزرگ دهشتناک دهان خود را باز کرده در انتظار اوست. در همین حالت ترس بود. ناگهان چشمش به دو موش خورد که یکی سفید و دیگر سیاه بود. بالای بند حرکت می کردند و با دندانهای خود بند را می بریدند. هر بار موشها یک تار ریسمان را می بریدند، ترس و دهشت وجودش را زیادتر فرا می گرفت، چون که اگر بند کنده می شد او را در پایان مار انتظار بود. خود را به دو طرف چاه هوا می داد، بند را تکان می داد تا که موشها به پایین افتند. در همین حال دستش در پهلوی دیوار چاه به کوزه برخورد. وقتی که دستش را داخل کوزه انداخت، دید که در داخل کوزه عسل است. دست خود را از کوزه بیرون کرد و لیسید. دید که عسل شیرین و بامزه است و خوردن عسل بامزه مشغول شده. دهشت شیر و مار را، موشها را فراموش کرد. در همین اثنا از خواب بیدار شد. به نزد عالم تعبیر کننده خواب رفت و خواب دیده اش را قصه کرد. عالم گفت این خواب بسیار تعبیر ساده دارد. شیر یعنی این ملک الموت است، حضرت عزرائیل، که میخواهد جان تو را بگیرد. آن دو موش سفید و سیاهی که دیدی در بالا ریسمان را میبریدند، آنها روز و شب هستند. آن بندی که موشها میخوایدند رشته حیات تو است که با گذشتن شب و روز از عمرت کم میشود. چاه و مار قبر و عذاب قبر است و آن عسلی که تو از آن نوش جان کردی، آن عسل باشد لذت این دنیا است که به آن مشغول شده. مرگ و آخرت، عذاب قبر، حساب و کتاب را فراموش کرده. پروردگارا همه ما و شما را از فتنه دنیا نگه بدارد. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله. یک و یکی شما را از برای الله پاک دوست می دارم. فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید و ویدیو را به دیگر دوستانتان روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.